اگر غذا رایگان بود. مزایا: از بین رفتن گرسنگی. همه مردم صرف نظر از وضعیت مالی به غذا دسترسی داشتند. کاهش فقر: هزینه‌های خانوار کاهش می‌یافت و پول بیشتری برای سایر نیازها باقی می‌ماند. سلامتی بیشتره: افراد می‌توانستند غذای سالمتر انتخاب کنند بدون نگرانی از هزینه‌ها. کاهش جرایم مرتبط با فقر: دزدی یا جرایم مرتبط با تأمین غذا کاهش می‌یافت. افزایش فرصت‌ها: مردم می‌توانستند روی آموزش یا کارهای دیگر تمرکز کنند به جای نگرانی درباره تأمین غذا. معایب غذای رایگان: اسراف گسترده. مردم ممکن بود بیشتر از نیازشان غذا بگیرند و هدر رفت افزایش یابد. کاهش کیفیت: تولید کنندگان ممکن بود به دلیل نبود انگیزه مالی کیفیت غذا را پایین بیاورند. فشار بر منابع: افزایش تولید برای تأمین غذاهای رایگان به محیط زیست آسیب میزد. از بین رفتن شغلها: بسیاری از شغلهای مرتبط با غذا مانند رستوران‌ها تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. توزیع ناعادلانه: ممکن بود دسترسی به غذاهای خاص و کمیاب برای همه امکان پذیر نباشد.